أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الآية. سوره البینه. در این سوره الله تعالی حالتی مشرکین و اهل کتاب بیان میکنه و حاجتی از اونها را به پیامبر و کتاب منزل و همچنان حالتی از اونها را بعد از آمدن پیامبر و نازل شدن کتاب که آیا ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن. و همچنان در سوره امر است به عبادت الله تعالی و اخلاص در عبادت و بجا آوردن اوامر الله تعالی و همچنان ترک تمام ادیان غیر اسلام که بجز اسلام همه دینها دین باطل است و تقسیم مردم به دو گروه، اصحاب خیر و اصحاب شر و مآل و عاقبت هر یک از اینها. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. نمی باشند آنانی که کافر شدن، کفر ورزیدن، من اهل الكتاب، از صاحبان کتاب. منی بیانیه، کسانی که کافر شدن اینها کی هستند؟ من اهل الكتاب، از اهل کتاب، والمشرکین، و همچنان از مشرکان. مراد از اهل کتاب یهود و نصارا که یهود برشان کتاب تورات آمده بود و نصارا برشان کتاب انجیل و اینها کتاب خدا تحریف کردن، تغییر و تبدیل در کتاب آوردن و دینشان بعد از آمدن پیامبر و نازل شدن قرآن دیگه دین منسوخ قرار گرفت، دیگه به او دین عمل نمیشه. و اما به اهل کتاب امتیاز پیدا کردن و مسما گردیدن و حکمشان هم نسبت به دیگر کفار فرق میکنه، لکن در تحت کافر داخل هستند. آیت صریح است که اهل کتاب از جمله کفار هستند. والمشرکین، و همچنان مشرکین. مشرکین عام هستند، برابر است که مشرکینی از اهل کتاب بوده باشند یا مشرکینی که دینی نداشته باشند، الله تعالی را بشناسند و توحید ربوبیت اقرار داشته باشند، اما در توحید الوهیت مشکل داشته باشند، به الله دیگر مخلوق دیگر به الله شریک بیارن و در عبادت به الله تعالی سهیم بسازند. و همچنان مردم دهری و ملحد اینها در تحت مشرکین شامل هستند، مجوس و غیره. اینها نمی باشند منفکین، ترک کننده دین خود، جدا شونده از دین خود. حتی تأتیهم البینه، تا با وقتی که برشان بینه نیه. بینه دلیل واضح و روشن، یا حق واضح بسازد. ای بینه چی می باشه؟ ایرا آیت بعدی تفسیر میکنه. رسول من الله. بینه رسول بسیار با عظمت است، رسول بزرگ است. رسولون نکیره آورده شدن دلالت به عظمت پیامبر میکنه. پیامبری است که از جنس انسانها، ملک نیست، جن نیست و از مخلوق دیگری نیست، از جنس انسانها است، لکن رسول بسیار معظم است. من الله، از جانب الله انتخاب شده، از جانب پادشاه ها و ملوک و اصحاب قدرت و مردم دیگری، مردمان عام مردم، از طرفی از اینها انتخاب نشده، انتخاب از طرفی پروردگار است. یعنی وظیفه بسیار مقدس داره. یتلو صحفا مطهره. وظیفه پیامبر چی است؟ تلاوت میکنه صحفا. صحف جمعی صحیفه، صحیفه ها را مطهره، صحیفه های بسیار پاک کرده شده. مراد از صحف چی است؟ قرآن کریم. و قرآن کریم تعبیر به صحف کرده
و چون قرآن کریم تقسیم به سوره هاست و هر سوره و آیاتی از خودش صحف است. صحف ورقه را گفته میشه، لوحه‌ای که دو نوشته میشه. یا اینکه قرآن کریم جامع تمام صحف قبلی از صحف ابراهیم و موسی و غیره پیامبران دیگری، مضامین همه از اونها را به خود جمع کرده، اون خاطر تعبیری صحف کرده. و خود آیات قرآن هم صحف گفته میشه، سورت های قرآن، چون در آیت دیگری تعبیر شده به آیات. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. اینجا یتلو صحفا، اونجا یتلو علیهم آیاته. پس آیات یک دیگر تفسیر میکنه. مراد از این صحف چی است؟ آیات است. یتلو پیامبر خودش تلاوت میکنه و همچنان بالای دیگرها هم تلاوت میکنه. قسمی که در آیات میاد یتلو علیهم. و پیامبر به دیگرها تعلیم هم میده کتابه و یعلمهم الکتاب. اونجا تأکید میکنه که و یعلمهم الکتاب. و همچنان قبل از او لفظ دیگری میاد و یزکیهم، تزکیه هم میکنه به وسیله کتاب. مردم از شرک و کفر و بدعات و خرافات پاک میکنه. و اینجا در صفتی قرآن ذکر شد که مطهره، یعنی آیات و سوره ها و صحفی است که بسیار پاک کرده شده. پاک کرده شده از چی؟ از شرک و کفر. در این قرآن، در این آیات ها و سورت ها دعوت به شرک نیست، دعوت به کفر نیست، بلکه کفر و شرک رد میکنه. و همچنان دعوت به بد اخلاقی نیست، اخلاق رذیله، اخلاق فاسد، بلکه به دعوت به والاترین و خوبترین اخلاق است و اخلاق ناپسند را قرآن رد میکنه. و همچنان پاک کرده شده از تزویر و افترا. قرآن از جانب کسی افترا نشده، جور نشده، ساخته نشده، بلکه قرآن منزل از جانبی که الله تعالی است. این شک و شبهه نیست، از شک و شبهه هم پاک است. ذلك الكتاب لا ریب فیه فیها کتب قیمه. فیها در این صحف، سوره های قرآن و آیات های قرآن، کتب جمع کتاب، مراد احکام ها. یعنی در این کتاب قرآن کریم احکاماتی بسیار درست، قیمه بسیار درست، با استوار، محکم، مضبوط، احکامی که به نفع مردم است، در لغو و لعب و اشیای بیهوده نیست، بلکه بسیار کتابی درست، مستقیم، کتابی هدایت شده، کتابی بسیار زیاد به نفع، هدایاتی ازی، قوانینی ازی، دساتیری ازی، همه به نفع مردم است. فیها کتب قیمه، یا مراد از کتب نوشته شده. کتب به معنای مکتوبات، یعنی دنمی سوره ها نوشته های بسیار زیبا و قشنگ و درست است. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. اینجا بیان میکنه اهل کتاب حالت شانمی بود که تا به وقتی که بینه نیاید از دین خود جدا شونده نیستند، ترک کننده نیستند دین خود. وقتی که اگر کتاب و بینه بیاید، باز اینها در مقابل از او چی عکس العملی نشان میدهند؟ آیت اشاره میکنه که وقتی که بینه آمد، اینها تقسیم شدند، همه به این کتاب ایمان نیاوردن و همه هم انکار نکردن. و ما تفرق الذین، و متفرق نشدن، اختلاف نکردن، آنانی که اوتوا الکتاب داده شده بود برشان کتاب، یعنی یهود و نصارا، الا من بعد ما جاءتهم البینه، مگر بعد از این که بینه برشان آمد. بینه پیامبر تیر شد و همچنان کتاب منزل از جانب الله تعالی. وقتی که بینه آمد، اینا تقسیم شدن، گروهی ایمان آوردن مانند عبدالله ابن سلام و غیره، و همچنان از نصارا بعضی بزرگایشان اینا ایمان آوردن، و اما گروهی بیشترشان آمدن وقتی که پیامبر آمد، پیامبر شناختن و کتاب دانستن کتابی منزل از جانب پروردگار است، همراه دانستنشان انکار کردند، تکذیب کردند، ایمان نیاوردند. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، و در حالی که اینها امر کرده نشده بودند، امی اهل کتاب و مشرکین،
الا لیعبدوا الله، مگر اینکه الله تعالی را عبادت بکنن، مخلصین، اخلاص کننده، له، برای الله تعالی، الدین، عبادت، مراد از دین عبادت، یعنی اینها مأمور به این بودن که عبادت خالص برای الله تعالی انجام بدهند. حنفاء، حال از برای ضمیر مخلصین، در حالی که اخلاصشان چطور اخلاص بوده باشد؟ در حالتی که از شرک به طرف توحید میلان داشته باشند. حنیف شخصی را گفته میشه که از شرک و کفر و خرافات و اوهام به طرف عقیده صاف و ستره و توحید میلان داشته باشه، رجوع کند. این را گفته میشه انسان حنیف. و یقیم الصلاة، و همچنان امر کرده شده بودن، مأمور شده بودن که نماز را برپا بدارن. اقامت نماز با ارکان و ادای ارکان و واجبات و سنن و مستحبات تمامش، و 5 وقت نماز و همچنان نمازهای دیگری که سنت است یا اینکه بالا از اونها تأکید شده. و یؤتوا الزکات، و همچنان امر شدن که زکات را بپردازند. لکن متاسفانه همه از اینها این چیز قبول نکردن. یک تعدادشان عبادت خالصی الله تعالی را انجام دادن و نماز برپا داشتن و زکات را پرداختن، و تعداد بزرگ دیگرشان انکار کردند. و ذالک دین القیمه، و ذالک امی عبادتی الله تعالی، اخلاص در عبادت، میلان از شرک به طرف توحید، ادای نماز و همچنان دادن زکات، دین القیمه، دین بسیار درست و صاف و دین مضبوط و محکم و درست است. القیمه یعنی دین مستقیم، دین درست، محکم و استوار. ان الذين كفروا من اهل الكتاب، اینجا جزای کسایی را که از رسول انکار کردن، ایمان نیاوردن، و همچنان جزای کسایی که به رسول ایمان آوردن، تقابل هر دو گروه را ذکر میکنه. جزای از اینها در دنیا و آخرت. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که کافر شدن، کافر به رسول الله صلی الله علیه وسلم، که ایمان نیاوردن، تکذیب کردن و همچنان قرآن قبول نکردن. وقتی که به رسول الله ایمان نیاوردن، دیگر به الله هم ایمان نیاوردن، یعنی ایمانشان دیگر به الله برشان فایده ای نمیرسونه. کسی دعوا کنه من الله را قبول دارم، رسول قبول ندارم، دیگر ایمان از او منجی نیست، به درد خورد نیست. من اهل الكتاب والمشرکین، کافرها از اهل کتاب باشن یا مشرکین، اینها در کجا هستند؟ جای از اینها در آخرت. فی نار جهنم، در آتش جهنم می باشند. کسانی که کافر شدن از اهل کتاب و مشرکین، جای از اینها در آتش جهنم می باشد، در دوزخ. خالدین فیها، بری همیش در امو دوزخ می باشند. زندگی موقت نیست، بلکه زندگی همیشگی است. رد است بالای کسانی که دوزخ را موقت می دانند. یعنی وقتی که اهل دوزخ داخل شد، یک مقدار وقتی می سوزن، عذاب داده میشن، باز دوزخ از بین می رود و قائل به فنای نارسند. نظریه باطل است، مخالفی نظریه اهل سنت و همچنان نصوص شریعت. اولئک هم شر البریه، امی کفار که هستند اینها بدترین مخلوق هستند. البریه مخلوق میگن، بدترین مخلوق من کفار هستند. یعنی در دنیا بدترین مخلوق کافر است و در آخرت هم بدترین مخلوق کافر است. در مقابل از اینها، ان الذين آمنوا، یقینا آنانی که آمنو، ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنان به کتابای آسمانی و قرآن و به الله ایمان آوردن و به روز آخرت، تمام اوامری را که برشان الله فرستاده و پیامبر بیان کرده به او ایمان آوردن و او را انجام دادن. و عمل الصالحات، عمل صالح را انجام دادن. او عمل صالح، عملی که موافق شرع بوده باشه، عملی که در کتاب و سنت بیان شده باشه، ذکر شده باشه. الله تعالی اوامری را که بالای بندگانش امر کرده، پیامبر امر کرده، او را به جا میارن. نواهی، منعیاتی را که منع کردن، از او اجتناب میکنن. نه گفته میشه عمل صالح. عمل صالح اما عملی که در او 2 شرط بوده باشه، یکی اخلاص، دوم موافق شرع.
اگر عمل موافق شرع نبوده باشه، موافق گفتار الله و رسول، به هر اندازه‌ای که انسان تلاش کنه او را عمل صالح گفته نمیشه. اگرچه نماز بخوان، اگرچه تلاوت قرآن بکند، اگرچه اعمال بر و نیکو را انجام بدهد. اولئک هم خیر البریه، آنانی که ایمان آوردن، عمل صالح کردن، عمل صالح انجام دادن، اینها بهترین مخلوقی روی زمین هستند. متقابل، یعنی در مقابل کفار، اهل ایمان خوبترین مردم در روی زمین و خوبترین مردم در آخرت هم همینا می باشه. خود جزای از او کفار ذکر کرد که اونا در جهنم برای همیش می باشن. در مقابل از اونها جزای اهل ایمان ذکر میکنه. جزاؤهم بدله از اینها، عوضی از اینها، ثوابی از اینها، پاداشی از اینها عند ربهم، در نزد پروردگارشان، یعنی در روز قیامت. جنات عدن، جنت ها و باغ های عدن همیشگی می باشه. جنت های همیشگی در مقابل آتش جهنم همیشگی، باغ ها و بهشت همیشگی برای اهل ایمان می باشه. جنات اینجا جمع ذکر کرد. در اصل جنت یک جنت است، لکن داخل جنت جاها و مقامها و درجات بسیار زیاد است و اهل ایمان در جنت تقسیم می شوند. قسمی که در سوره نساء ذکر شده، تقسیم مردم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، اهل ایمان هم در جنت جاهاشان تقسیم می شود. انبیا در مقام بسیار بلند قرار دارند، باز صدیقین و باز شهدا و باز صالحین. اینها در باغهای جنت هستند. چون مقامی هر یک از اینها فرق میکنه، طبقاتی از مؤمنین، به خاطر جنات هم جمع آورده میشه، در اکثر جاها جمع ذکر میشه. جنات نه همیشه زندگی همیشگی دارند. تجری جاری است من تحتها الانهار، و از زیر امی جنت ها یا از زیر قصرهای امی جنت، حذف مضاف، یعنی من تحت قصورها، از تحت از زیر قصرهای جنت الانهار چی جاری می باشن؟ نهرها. و این نهرها در سوره محمد تفصیلش آمده ذکر شده که 4 نهر می باشه. یکی نهری از آب، نهری از شیر و نهری از شراب و نهری از عسل. و این نهرها مانند نهرهای دنیا رودخانه نداره، بلکه بر روی زمین و خواست انسان هر طرفی که بخواه همون طرف حرکت میکند. خالدین فیها ابدا، بری همیش در همی جنت می باشند. خالدین همیش زندگی میکنن، فیها در همی جنت، ابدا بری همیش، تأکید میکنه که زندگی از اینها دیگر در همی جنت بری همیش می باشد. رضی الله عنهم، الله تعالی راضی شده از اینها. الله تعالی وقتی که بندگان خود در جنت، بندگان مؤمن خود در جنت داخل میکند و بعد از داخل کردن بزرگترین نعمت دیگری را هم برشان نشان میده، با او چهره مبارک. الله تعالی خود به مؤمنین در جنت نشان میده و بعد از او اعلان میکنه که دیگر بالای شما هیچ غضبی نمیکنه، رحماتی ما بالای شما نازل میشه، رضامندی و خوشنودی ما بالای شما پایین میشه و بالای شما دیگر هیچ قهر نمیشم، خشمگین نمیشم. و این بزرگترین نعمت پروردگار است، دیدار الله تعالی، رضایت و خوشنودی الله تعالی. و مسلمان ها مؤمنین الله تعالی را در جنت بدون کدام مزاحمت تشبیه داده شده، رؤیت به رؤیتی مهتاب، که بدون کدام مزاحمت الله تعالی را میبینند. و رضوا عنه، و اینها هم از الله تعالی راضی هستند. چطور راضی نباشند؟ پروردگاری که نعمتهایی را برشان آماده کرده که چشمی تا به الحال اون نعمت ندیده، گوشی تا به الحال وصفی از این نعمتها را نشنیده و تا به الحال اون نعمتها در قلب خطور نکرده که چنین نعمت وجود داره یا خیر. پس همراه همه این نعمتها رضامندی خدا برای از اینها اعلان میکنه، خوشنودی خدا برای بندگان خود اعلان میکند و خدا برای بندگانش نشان میدهد و این بزرگترین رضامندی است. ذلک لمن خشی ربه، امی نعمتها و امی جزای خوب
و همین جنات عدن، نعمت هایی که ذکر شد برای کسی است که خشی رب، ترسیده پروردگار خدا. ترسیدنی که هم میترسه، هم اجلال داره، هم تعظیم میکنه، هم محبت داره. خشیه محبتی را گفته میشه، ترسی را گفته میشه که انسان همراه ترس اجلال میکنه پروردگار خدا، تعظیم میکند، محبت همراه پروردگار خود داره. این را گفته میشه خشیت. انما یخشى الله من عباده العلماء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.